علت خودکشی سوشانت سینگ راجپوت چی بود؟ با من محمد سمیر اشکان با یک دیگر از ویدیوهای این کانال همراه باشید. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر شوید. راجپوت به علت افسردگی که داشت دست به خودکشی زد. این بازیگر بالیوودی نخستین تجربه حضور خود در تلویزیون را در سال 2008 داشت که در سریال دل کیس منهای میرا نقش بازی کرده بود. محبوبیت آن سریال باعث شد او در یک سریال محبوب دیگر یعنی پاوترا رشتا حضور پیدا کند. او برای این سریال برنده چند جایزه بهترین بازیگر از جمله جایزه اکادمی تلویزیون هند شد. او نخستین تجربه سینمایی خود را در سال 2013 داشت که در فیلم کای پوچه نقش بازی کرده بود و برای آن نامزد دریافت چند جایزه بهترین بازیگر نوظهوری هند شد. یکی از موفق ترین تجربه های راجپوت بازی نقش شخصیت کریکت هندی ماهندرا سینگ دونی در فیلم سال 2016 MC دونی داستان گفته نشده بود. از دیگر فیلم های محبوب او میتوان از کدارناس سال 2018 و چیچورا سال 2019 نام برد. تشکر از این که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. برای حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بیشترمان کانال ما را سابسکرایب کنید.